حیات اساسگذاری تمدنی که برای تمام بشریت انتخاب شده است عبارت از مرحله ها بوده و هر مرحله آن دارای چالش ها و مشکل ها بوده، اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توانستند که با تیم کاریشان، با گروه کاریشان و استراتژی های مشخص کرده اشان این همه مرحله ها را به کامیابی طی کنند و در مدت 23 سال یک تمدنی که برای تمام بشریت انتخاب شده است آن را در مدت 23 سال بنیاد کنند. پس بینندگان عزیز، بیایید حیات پیغمبر خدا را از نگاه مدیریت و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را همچون رهبر در برنامه امروزه صحبت کنیم. پس گفتیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سیناریو پلنینگ را در آن چی استفاده بردن، یعنی تخمینی پیش بینی کردن را بر اساس معلوماتی که داشتن چیکار کردن؟ اجرا کردند و استراتژی را معین کردند. دوم این که هجرت به حبشه ما گفتیم یکی از کشورهای چی است؟ کشورهای افریقایی است که امروز به نام اتیوپیا یا که در نزدیکی آن واقع است که عبارت از فعلا به چند کشور تقسیم شده است. هجرت به حبشه به خاطر چی بود؟ چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر نکرد که به شام هجرت کنند؟ چرا؟ چون که شام را میدونستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خودش به شام هجرت سفر کرده بود برای تجارت و مردمی مکه همیشه به شام سفر میکردند برای تجارت. پس چرا شام را انتخاب نکرد؟ یا این سوال دیگر این که چرا یمن را انتخاب نکرد؟ یمن در اینجا واقع است. عموما مردم مکه چون که خداوند توصیف کرده است آنها را رحلت الشتاء و الصیف، در زمستان مردم مکه به یمن چی میکردن؟ سفر میکردن، چون که مکه خنک میشد و در تابستان به کجا؟ به شام، به سوریه سفر میکردن، چون در تابستان هوای سوریه نسبت به مکه خوبتر بود. این توصیف را خداوند کرده است. یعنی از این معلوم میشد که مردم مکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تمام مسلمان ها با خبر هستند و میدونند که مردم سوریه و مردم یمن کی هستند، با آنها آشنایی دارند. چرا باز هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امر نکرد که به این دو کشور، یکی از این دو کشور هجرت کنند، اما امر کرد که به حبشه هجرت کنند؟ یا اینکه دیگر تاریخ نویسا نوشتند که سبب هجرت مسلمان ها در سال پنجم بعثت، یعنی بعد از 5 سال پیغمبری مبعوث شدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، این واقعه رخ داد. مسلمان ها، یک گروه مسلمان ها به حبشه هجرت کردند. تاریخ نویسا سببش را همچون ضعفیت بیان کردند، یعنی که چون مسلمان ها، اهل مکه مسلمان ها را بیشتر عذاب میدادند، برای همون یک تعداد را که ناتوان بودند و دفاع کردن نمیتونستند، برای همون پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد که به حبشه هجرت کنند. چنین سبب را تاریخ نویسان ذکر کردند، اما در حقیقت دیگر چی است؟ ببینید، اگر که ما ببینیم سال 571 میلادی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ تولد شدند. در سن 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شدند، یعنی تقریبا در سال 611 چیکار کردند؟ پیغمبر شدند و در سنه 5 بعثت معادل به 616 میلادی امر کرد که به کجا؟ به حبشه هجرت کنند و آنها بعد از 13 الی 16 سال برگشتند به چی؟ به مدینه. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت در وقتی که برگشتند، در وقتی فتح خیبر بود، آزاد شدن خیبر بود، گفت که لا ادری بأیهما افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. نمیدونم با کدام یکی از این دو چیز من خرسند شوم، با آمدن
جعفر و یا اینکه با آزاد کردن خیبر. پس هدف از هجرت چی بود؟ هدف از هجرت چی بود؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش بینی کردن بر اساس آن معلوماتی که برای آنها رسیده بود. چگونه معلومات رسیده بود؟ در سال 5 بعثت خداوند در قرآن گفت که غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. خداوند اعلان کرد که امپریای ریم مغلوب شد و امپریای فارس غالب آمد بر علیه امپریای ریم. و خداوند در این آیت اشاره کرد که در بعد از 9 الی 10 سال دوباره امپریای ریم چی می شود؟ غالب می شود. پس وقتی که ما ببینیم امپریای فارس چیکار کرد؟ عموما مرکزش در عراق بود. حمله کرد بر علیه سوریه تحت تسلط کی بود؟ تحت تسلط امپریای ریم بود. آن را اشغال کرد و بعد از آن فلسطین را اشغال کرد امپریای فارس و بعد از اشغال کردن فلسطین مصر اگیپت را اشغال کرده و لیبیا را نیز اشغال کرد. پس اگر ما ببینیم عموما امپریای فارس بیشتر چه کرد؟ کشورهایی که تحت تسلط امپریای ریم بودن اشغال کرد و یک نوع چی آمد؟ عدم توازن در سیاست بین المللی پیدا شد در اینجا و هر وقتی که در قوای جهانی در سطح بین المللی توازن وجود نداشته باشد، آنگاه هر دولتی که نیرومندتر باشد هر کشوری که خواهد حمله میکند و آن را زیر تسلط خود میارد. برای همین و این یک چیز از تجربه‌ای که تمام دنیا بعد از سقوط سیسر دیدند، این واضح است. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که بررسی کرد که امپریای فارس بیشتر کشورها را اشغال کرده است و این چنین یمن زیر تسلط کی بود؟ امپریای فارس بود. پس اگر که ما ببینیم مدینه چیکار کرد؟ از 3 طرف توسط امپریای فارس احاطه شد و خطر هجوم مکه و مدینه، خطر هجوم امپریای فارس وجود دارد برای چی؟ که حمله کند و اینجا را هم اشغال کند. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که هدف دراز مدتشان بیان کردن اسلام و رساندن اسلام بود و بنیاد یک کشور اسلامی بود، برای همین امر کرد که از مکه یک گروه از مسلمان ها باید خارج شوند و روند به یک کشور، مبادا اگر امپریای فارس حمله کند و مکه را زیر اشغال خود درآورد، آن گروه چیکار کنند؟ بتوانند که آن مقصد و آن هدفی که رساندن اسلام به مردم است آن را چیکار کنند؟ پیش ببرند. برای همین تاریخ نویسان وقتی که می ذکر کردن که سبب ضعفیت بود و ناتوانی آن گروهی که از مسلمان ها بودن ناتوان بودن و از خود دفاع کردن نمیتونن، این سبب چی است؟ نادرست است. به خاطر چی؟ برای در آن گروهی که هجرت کرده بودن عثمان رضی الله عنه بود. عثمان رضی الله عنه کی است که از معروف ترین اهل مکه است که تمام مکه آن را میشناسد و شخصیتی تاجر بود و هر کس با او احترام میکرد و هیچ کس نمیتونست که بر آن را عذاب دهد یا که آن را با آن ضرر رساند. جعفر رضی الله عنه کی بود؟ کسی بود که از عائله یعنی که با آبرو و نیرومند بود که هیچ کس نمیتونست که با آن ضرر رساند. برای همین این گروه عبارت از گروه بهترین مسلمان ها بودن. آن مسلمان هایی بودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بعضیشون با عائله هاشون رفته بودن و انتخاب شده بودن از جانب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برای چی؟ برای چنین تخمین زدن که اگر مبادا فارس اشغال کند مکه را و این گروه بتوانند که آن هدف دراز مدتی که
هست رسانیدن اسلام به تمام مردم آن را پیش ببرند. پس دوم این که وقتی که در سال 1 هجری چیکار کرده؟ دوباره امپرای ریم یگیپت و سیریا اینها رو دوباره اشغال کرد و دوباره اینها رو زیر تسلط خود آورد. این چی بود؟ سال 1 هجری بود و مسلمان ها از این پیروزی چنانچه که خداوند گفته است یوم اذ یفرح المؤمنون بنصر الله، مسلمان ها خرسند می شوند با آن پیروزی که از طرف ریم به دست می آورد. به خاطر چی مسلمان ها خرسند میشن؟ برای آنکه یک نوع توازنی بین المللی در سطح سیاست بین المللی پیدا می شود و احتمالیتی چه حمله کردن یکی از دو امپریا ها از بین می رود. برای همین مسلمان ها چو کردن در سال 1 هجری از چنین واقعه خرسند شدند. اما ببینید که وقتی که یک توازن پیدا شد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باز هم دعوت نکرد آن گروه را، به خاطر چی؟ به خاطر آنکه تا هنوز خطر قریش باقی مانده بود. احتمال بود که مبادا شاید که مردم مکه، مسلمان های مکه از مکه به مدینه هجرت کردن، شاید روز مکه آنها را از بین، اهل مکه آنها را از بین ببرد. وقتی که اگر مکه غالب شود پس چیکار کند؟ آیا باید آن گروه آن دعوتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش می بردن آن را باید، آن هدفی دراز مدت را باید آنها اجرا کنند. برای همین در سال 1 هجری وقتی که توازن بین المللی در سطح جهانی پیدا شد، در سیاست جهانی یک توازن سیاسی پیدا شد، باز هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آنها را دعوت نکرد که برگردن. به خاطر چی؟ به خاطر تا هنوز خطر وجود دارد برای چی؟ برای مسلمان ها. برای همین بعد از فتح مکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آنها نامه ارسال کرد و امر کرد که برگردند. وقتی که برگشتند به مدینه پرسیدن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پرسیدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کجا هست؟ گفتند که در خیبر است. برای همون آن گروه حرکت کردن، رفتن به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که آنها را دید گفت که لا ادری بایهما افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، نمیدونم با کدام یکی از این دو حادثه من خرسندی کنم، با آزاد کردن خیبر یا که با آمدن جعفر. پس این یک نوع چی بود؟ پیشبینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس آن معلوماتی که داشت، بر اساس آنها یک پیشبینی، یک استراتژی را کرد، تخمین زد که اگر مبادا چنین حالت، چنین حادثه رخ دهد باید چنین نقشه کاری به داشته باشند مسلمان ها. پس خلاصه این که هجرت به حبشه سببش ضعفیت مسلمان ها نبود، ناتوانی مسلمان ها نبود، اما این سببش چی بود؟ تحلیل و بررسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حالت سیاسی آن روزه بود سببش، که آن حالت را بررسی کرده و چنین هدف و مقصد را کرد، چنین استراتژی را پیش انجام داد و اجرا کرد.